نماز عشق کرده باشی نماز تا بخوان. خدا به دیوانگی نزن، نماز تا بخوان. نماز بسیار مهم است. از پیش خود گپ نزن، پیش خود فیصله نکن. اول عقیده است. دوم از بزرگترین عمل در اسلام بعد از عقیده چیست؟ نماز است. نماز. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و میگه العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. رواه مسلم. امام مسلم روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و گفت که پیمان در بین ما و کافران نماز است. کسی ترک کرد بدون شک کافر است. ترک نماز کفر است. نظر مذهب آماس امام احمد بن حنبل میگه کسی نماز ترک کرد مرتد میشه، واجب القتل است، کشته شد. اگر توبه نکرد میکشته شد. امام شافعی صاحب میگه وقت میگه مرتد نشده ولی واجب القتل شده. امام ابو حنیفه صاحب میگه حبس ابد شود تا که زنده در بندی خانه، تا که نماز نخوانده. نماز با جماعت است. نخوانید نمیشه، باید در جماعت بیایید. جماعت مسجد در خانه میخوانی نماز نمیشه. حال مردم ها میگن که مسلمانی خدا نماز نیست. او چطور نیست؟ اقیم الصلاة قدر نماز مهم است. یک کسی نماز بخوانند در پلوش دزدی و رشوت و اینا بخوره، از او کسی که بی نماز است رشوت نمیخوره، همین نماز خوان رشوت خور 100 درجه سر از او فضیلت داره. رشوت میخوره ولی نماز میخوانه، بسیار درجه داره. اون که رشوت نمیخوره، دزدی نمیکنه ولی نماز نمیخونه، او ایمان نداره. او قدر خطرناک. یکم تا چی میگه؟ من غیبت کسی را نمیکنم، دزدی نمیکنم، رشوت نمیخورم، نمازم نمیخوانم. کدام ما بهتر است؟ او ایمان نداری نماز نمیخوانی، هیچ مسلمان نیستی. نماز عشق کرده باشی نماز تا بخوان. خدا به دیوانگی نزن، نماز تا بخوان. نماز بسیار مهم است. از پیش خود گپ نزن، پیش خود فیصله نکن. قرآن میگه اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. نماز برپا کنین مشرک نشین. ترک نماز شرک اشارتاً گفته. در جهنم که میره جهنمی ها پرسانش میکنه ملائکه، قالو میگه ما سلککم فی سقر، چی چیز شما را در آتش آورد؟ اونا چی میگن؟ قالو لم نکن من المصلین. سورت مدثر سعی کنید. لم نکن، نبودیم در دنیا، من المصلین از جمله نمازگزار. نماز نمیخوانیم، اول جرمش همیست در آتش رفت. بسیار ترک نماز خطرناک گناه است. خب